حالا در آثارخانه ملی به افتخار 2500 سالگی یادگاری تخت سنگین نما یا ایمیتاسیای آن سازمان داده شده بازیافت‌های ارزشمندی که از این یادگاری به دست آمدند و نمایش گذاشته شدند. پس از استیلای آسیای میانه از جانب اسکندر مقدونی در منطقه آمیزش فرهنگ محلی با فرهنگ الینی به وجود آمد که نمونه روشن این گفته‌ها بازیافت مجسمه کورا میباشد. کورا در فرهنگ یونان قدیم آلیهه اساطیری زیبایی و رمز جاویدانی است. مجسمه در حالت راستا از آمیخته گل و گچ ساخته شده 87 سانتی متر بلندی و 20 کیلوگرم وزن دارد. سر و دستانش از آرین پایین آسیب دیده باقی نمانده است. در تن او کرته دراز یونانی خوب نمودار است که تا زمین رسیده جین شده از سینه پایان مجسمه تسمه سرخ نمایان است. مجسمه کورا به عصرهای 32 تا میلاد منسوب بوده دلیل روشن همزیستی و آمیزش فرهنگ‌های گوناگون در منطقه به حساب رفته سهم ملت تاجیک را در رشد تمدن عمومی بشری انعکاس می‌نماید. تماشابینان عزیز، جهت شناسایی بیشتر با یادگاری تخت سنگین و مجسمه کورا ما شما را به تماشای آثارخانه ملی دعوت می‌نماییم.